میگن پادشاهی از خردمندان قومش خواست تاریخ زندگی انسان رو خلاصه کنن، براش بنویسن. 40 جلد کتاب در اومد. گفت خلاصه تر بابا این زیاده، نمیتونم بخونم، حوصله ندارم. 1 جلد کتابش کردن آخر. گفت بابا اینم زیاده، کوچیکش کنید، 10 صفحه، 1 صفحه. گفت حالا حوصله ندارم، همین 1 صفحه هم خلاصه بگید چی شد، سرگذشت انسان چی بود. گفتند آمدند، رنج کشیدند، مردند. پرسید در جستجوی چه چیزی؟ گفتند قدرت. گفت چی کار کنم که من رنج نبرم؟ گفتند کودک باش. کودک همیشه دنیا رو متفاوت با ما بزرگتر و چند و کاف میکنه. هر چیزی برای کودک شگفت‌انگیزه. خوشا به حال کسانی که در 90 سالگی هنوز کودک درونشون فعاله و یه سنجاقک رو روی خوشه گندمزار جدی